این دوستای عزیز این کالای کاکائو لیاقل است که برای ما داد. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. مطمئن هستم که مشتاق دیدن این گزارش هستید. حدوداً 2 ماه پیش هم با این جناب ما مصاحبه داشتیم با عزیزایی که کامنت گذاشته بودن. از همتون تشکر میکنم و آنهایی که زنگ زده بودن براتون وعده داده بودیم که حتما اولیاءالله همراه شما روبرو میسازیم. همین لحظه شاید نصف شب شما باشه، میدانم که نصف شب شماست و بعضی دوستا منتظر هستند. این جای ویژه کاکائو لیاقل است. اینجا که آمد که شش بخیر اول زنگ میزنم شما و همراهشون صحبت بکنید. شمایی که واقعا از اولیاءالله خیلی برای ما گفتین، حدودا 40-45 سال پیش برای ما گفته بودین که چی قضیه رخ داده بود و کلشون ما دانه دانه هم خواندیم و هم وایسی که شما ارسال کرده بودین شنیدیم. منتظر هستیم که آمد با او از که وعده داده بودیم زنگ میزنیم. بعد از او کاکائو لیاقل میگیریم میریم یک جای، از آنجا هم در خدمت شما قرار میگیریم. حمید جان خوب هستی؟ بخیر سی حتما؟ این کاکائو لیاقل صدای تا میشنم، همراهشان صحبت بکن. سلام علیکم. شکر. هم شکر که آوازت داشتیم به خدا. 25 سال از منتظر آوازت هستیم به خدا. خوب هستی کاکا؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ دم خانه کارا سبیت بحث اوره موره بیتی حتی پتوش بچه میگه در خانه که کالای سفید داری که پتو میره، میگه من نگاه کن و نگاهت میکنم بچهشم من دعا دفت جان ما فدای بگو جان ما. میگه یک دعا بده برین کاکائو لیاقل. مرو دعا دم موتر دکتر تالان که ما شما میریم موتر دعا داد برد خلاص شد الامید ما رفتیم دیگه. خاله که بسن کاکائو لیاقل یک خاله است، میگه من برایشان صحبت میکنم، میگه یک دعا بده بریم. اینو باش یک زنگ بزنم. زنگ بریم اولیاءالله بگم خط کردی این زنکاس یک دقیقه. این خاله من تاروی زوله بارش کن دراز است. خوش. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ شکر. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ شب و روز بخیر میگذره؟ زنده باشین. خیر ببینید، سلامت زنده باشین. کاکائو لیاقل همینجا 6 تا صدای شما را میشنوه. ما گفتم برای مادر عزیزم ما گفتم یک دعا بتن. گفتم کاکائو لیاقل یعنی مادر میگه یک دعا بتو بریم. روی دعا دادم بخیر حج بری. بخیر حج بری میگه. ما قربان چوام، ما قربان پایا و دستای چوام. من پیشت بیایم کاکائو لیاقل یک 20 روز بعد بخیر پیشت مزار هستم. هر چیز کار داشتی بر من بگو من برات بیارم. میگه چی میخوای؟ من یک کوچه ساکت هستم پیش بچه همشا هستم. من کوچه ساکت پیش همشا هستم. بیادر همشا کوچه ساکت. کوچه سیاگرد هستم میگه. خب ما بیاییم از کجا پیدا کنم؟ یک واسکتی کبود یک کارای کبود از بچه در صندوق هستم بوده بیتی پتو هم داره. چی هست در صندوق؟ یک پتوی کبود بچه داره کارای یعنی رقمی داره کبود از همون دامه بیار رنگش کبود هست. پتو رنگش چه قسم است؟ کبود هست این رنگ. کبوت است کبوت. 1000 دفعه کبود. کالام کبود است. کبود کدام رنگ میگن؟ آبی میگه یک پتوی آبی است. 1000 دفعه قربان سرت. هر چی کار داری بر من بگو. من خدمتت هستم. یک واسکت ما بچه تا زمونم بیاری واسکت در جان ما خیلی. حتما برای قسم واسکت میگی برای 3-4 دانه میارم. من که بیارم بیایم باز میبرم بازار هر چی خوش کنی برات میخرم. خب بخیر. خدا حافظ خیر بگو. خدا
خدا آورد دیگه مرا دعا کو، بچی ما دعا کو، دختر ما دعا کو. هم بچه در دیوانه سور از عمره توی کو، یک دختر احمد داره میره برسیدی. ما که میگم افغان نمیگیرم دینی ما بند موندیم. کالاش هم بمیخرم دوی از زن بگیر. دختر میگیرم، دخترای همیشه هست. اینه دیگه دعا برتان دادن دیگه. ما یک از دوستای دیگه سور زنگ میزنم. خداحافظتان، باز ما شما صحبت میکنیم. سر جامعیت دنیا تشکر تا آمدن به خدمتتان میایم. انشالله. میمان ما هستیم، بخیر مزار شریف که آمدین. سلامت زنده باشین. من تک کردم از کابل بخیر تصمیم دارم که می 2 روز در کابل یا 1 روز می باشم. تیارم میایم به خاطر اولیاء الله شما میایم. بخیر مین بخیر، سفرتان به خطر. زنده باشین. قربان خداحافظ. علیکم سلام. خداحافظ. در طالع ما موضوعای عزیز امروز برقی رقم چیکار رئیس متاسفانه، اما ناگزیر هستیم به خاطر که اولیاء قل باید ما برنامه را ثبت بکنیم، باش به یکی از دوستای ما زنگ بزنیم که اونا یک صحبت بکنن دوباره. بله لالا حمید جان سلام، خوب هستین؟ سلامت باشی، خدا خیلی برکتتون خوب هستین. شکر. صدای کاکا اولیاء قل خو شنیدین دیگه؟ شنیده به شما خدا. اینه کاکا اولیاء قل میگه یک دعا بده بریم میگه. یک زن دیگه نگیره کاکا زن مزه نداره، مریض است. برو کار نیشه بخیر. خدا خیرت بده. مرا طالبا از دفعه محکم زدن، خودشون هم گوش کرد. میگه با خانه ما دعا کو کاکا اولیاء قل میگه مریض داریم. جور میشه بخیر. برو یک بچه داری به صورت عمره توی کو. اینه دیگه دعا داد براتون کاکا اولیاء قل. صحیح شد، ما دین خود ادا کردم. والا خدا خدم تنهایی شیستی کتش امی برای همشیرگه که فرزانه بگه دعا کنم بعد از حالت مادرم تناس نکرد دخترک خانه. این میگه دمشیرین دعا کن میگه کاکا اولیاء قل. من دعا کردم بخیر تو مرا محمد دعا کن من یکم زنی دختر بگیرم. میگه تو برای ما دعا کن من یک زن دکتر بگیرم. پایم درد میکنه. خدا بدید بخیر. پایشم لنگ باشه. سیس ما لالا حمید تایمیل در ثبت برنامه هستیم، باز لینک برنامه رو برات ارسال میکنم، باز عکس کاکا اولیاء قل برات ارسال میکنم. خدا خیر بده. اونمون یک تنهایی داخل بعد بگوش برای فرزانه همشیرگه که برای ما بانمون یک دعا. گفتم برش دوباره باز برشان میگم می دینتان ادا میکنم. جور آرام باشین. خداحافظ. خدا خیر به سلام علیکم. خداحافظ. دوستای عزیز، همراه کاکا اولیاء قل هستیم و میخوایم که در رابطه با برنامه امروز هم صحبت بکنیم. بسیار جالب بود برای ما. پیرجان کجاست؟ این طرف بیا، اینجا پیش ما بیا. پیرجان اینجا پیش ما بیا. اینجا بشین. این خوب هستی پیرجان؟ شکر. خیرتی است؟ بخیر هستین؟ دوستای عزیز، امروز ما تقریبا ساعت یک قریب 2 بجه بود. بله. 2 بجه. این از دوا. یه امبلسرین از خاطر میکروب. یک تا کاکا اولیاء قل. دکتر معاینه کرد. یک تا بخور. این را زنگ زدم گفتم که امی کاکا اولیاء قل پیدا کو. گفت حتما پیدا میکنه. من رفتم تشناب تارت کردن که آمدم سر سنت استاد شدم که زنگ از آمد. بعد از سنت دوباره دیدم که مفتم پیرجان است دیگه. دوباره سر فرض استاد شدم 3-4 زنگ آمد. بعد از یک قطع کردم چی کافست گفت کاکا اولیاء قل یافتم. به خدا تعجب کردم. هیچ باورم نمیشه دوستای عزیز. دیگه آمدم پیش کاکا اولیاء قل دیگه. کاکا اولیاء قل اینجا آوردیم و دوستم که مثل دفعه قبل امرشون صحبت کرده بتونیم. ان شاء الله میتونیم. این دوست ما این طرف نامد اونا سر صحبت میارم اونا. بنگ جون میگه. مامی که چرا خم بند کنم. یا دکتر داده. این کالا را کی داده برات کاکا اولیاء قل؟ دراز از کاکا این کالا دادم. دراز است؟ یک کالا کبود داری اموره بیتی. این رنگ تحصیل بودی. این رنگ؟ این رنگ خدا. اون طول میپوشی. براتون بتون را بخیر. ولی کاکا اولیاء قل از خارج دوستا میگه پیسه روان کنم مصرف عروسی تا میگه زن میگیری؟ یک تره گفتم دیوانه و زیره کند چوکه نه یکی دیگر ما پیدا کردیم بیوست مصرف تمام دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه روان میکنه عروسی تا در هتل بکنه یا خانه؟ در هتل. کدام هتل؟ هتل مزار. در مزار؟ ها
از کجا هفتی پرچان؟ اینا دیگه شما که با صدا بزنین با دفتان دیگه با ما پیدا میکنم ما در چوک اطفا نستونم این مزار که میره چی میره دروازه بر اونجا یک سونی دیدازه که میره اونجا یک آرشه جور شده چی میگه پیروله از دیدازه که میری چی هسته؟ پیش قلعه جنگی نو جلبوتل است ماشین پیوند قلبه هاست ماشین قلبه هاست فکر میکنم پیوند قلبه هاست ماشین چی هست؟ دروازه سفید داره ها از چوک اطفا بالا چی میگه پایین یک سرک میره میاره یگان هتل قوی برات میگیریم دیگه نومی باشه توی همونجا بکن اینی کاکا میگه دمام دعا کو این در بغل پلوت شیشته اونجا اون اینی اینه دعا که همون موتر بگیره حج بره و خیر اون دیگه جوانم دعا کو اون جسای که ما شما رو دم موتر آورد زبی جانه اینه یک دعا که همون موترش گونه شده همون موتر سرخ بخره او بشک خیر کاکا ولی خود دمام دعا کو تو حج میری بخیر انشالله این در برنامه اولیت هستم که گفتم که حج میره در برنامه اولم برای ما گفته بود که حج میره و دیگه برنامه دوم هم امی مسافرها که شما رو میبینه در بیرون هستن که نو گپ زدیم اونا میگه ما یک دعا بکو میره بخیر میره بخیر کل دانه حج میرین بخیر کاکا ولی خلی واسکت کی داد بره میخرم سر حرکت یه جایتان چپنه حالی مریض هستی؟ کجای درد میکنه پایت؟ پای من یک دوله برموندم بغلم دوله گذا کده اونو جور کده اونو چی کده؟ این ازی دوا داده دکتر این ازی داده ازی دوا؟ اموکسیلین 500 میلی گرم است این خورده برو حالی یک تاشه خوردی یا نه؟ یک رقم دیگه شم داده کوکو سبز است این ازی داده سمیم جان کجاست که بیا که یک دعا کنم برش که بخیر عروسیش سر بگیره؟ نه بخیر انشالله و میرس بخیر؟ بله انشالله همه صاحبی خانه چند روز بعد عروسیش است برش دعا بکن که کاولی اقل؟ نه اونم زنگوتر میمونه و میه ولی بخیر برش من دعا کو باز خواه؟ ولی مایک مرا نکرد نه مایک بزنین در بغل خواه؟ بله کاکاولی اقل ایرین جوانم اجازه است؟ اینه صدای تا میگیره اینجا یک دوستایی که 40-45 سال پیش خودی تدیده بود کلشان سلام میگه برید یک خوب قصه میکنه میگه 45 سال پیش میگه شما کدام جای بودین سر شما کسی فایر کرده بود یادتان است؟ مقبول است؟ نه گو ها؟ نه بکش گو بکشم خوشتان نامد؟ این جوانم سر گپ آوردن کاکاولی اقلم واقعا کار هر کس نیست ولی در برنامه قبلی ما تلاش کردیم حدودا یک 20 دقیقه همشون صحبت کردیم خیلی خوب صحبت هم کرد و در برنامه اول واقعا چیزایی گفت که دیگه ما تعجب کردم اما در رابطه بچه و دختر گفت خانه یک بچه و یک دختر داره گفت بله همونطور گپا میزنن نقل گفت بگیر برشان برده بده چاکلیت داد نه بله چاکلیت برده داد کاکاولی خود دمیم یک دعا کردم جوان میگم دختر رو بخیر بگیره خوب است که هم جوان ها رو میگه که دختر بگیر زن نکنی کاکاولی اقل دختر بگیره جوان است بیوه رو بگیری بیوه پدنه بزرگ میره آدم اینا میکرد دو دست خود نمو کلا سفید هم یک دعا بکن دیوالی مسون اونو همین که همین بختش راست شد این بخش راست شد زن بگیره خانم مزه نداره زن داره خب مزه که نداره دیگه موتر بخره؟ اینه دیگه این دعا تو هم دعا کرد همین پرجان دیوالی مسیرم یک دعا بکن پیزان یک دعا که حج بره بخیر بخیر برین خدا راسته کنه که اردیم یک جای جوره اج براییم بخیر اج عمره توکل به الله نازنین دیگه دعای دوستای پروردگار باشه ان شاء الله دیگه نیره بر خودت داده بنوش ولی کاکاولی اقل چپا نکنه که بخورین شما بگیرین اونجا خب کاکاولی اقل کالایت دمه میچی؟ من دمو تربونم بتی دمو یا تو لوله کالای دیگه دمه بتی دراز است یک کالای دیگه برات میره دمه بته یا تو
صحیح است؟ رنگ شری رنگ است. این می رنگ آبی. میره در تو میتونم دم دراز است. خوش ما هم اونقدر قدم دراز نیست خط بخش هستم. خب صحیح است میگیرم. حالی برات یک جوره کالا میاره میپوشی؟ میره در خودت میتونم ولی سخن زد سر من. خب صحیح است. این ولی اینجا یک جوره کالا برات میاره میگیری؟ میاره برشان کالا؟ اینا برای کاکاولی خود دیگه گفته بود میاره دیگه. اما کالا رو با ایشون بیار بودم من این کالا رو در کاکا میتونم کاکا میاره رفت. این کاکا صدا کرده. این کالا من با دکتر دیگه روی رو پوشیم دم دراز است. خوش دیره بخی قات کده میمونه اونجا. این سفید تو خوشم داری وقتی که عاد رفتی رو بپوش. انشالله اما پیشی دایره که بریم داده بودی تا حال پیش ما است. نگاه کن کالا رو میتونه قطع کرده در بحث من شروع نشه. خوش این دیگه دوستان عزیز ما یک چند ماه پیش با اینا سر خورده بودم. یک دایی بریم داده بود. یک 4 ماه پیش 5 ماه پیش بود. هنوزم نگاه کنیم. باز 2 ماه پیش ما بودیم پیرجان بودیم باز اونجا یک دانه پنزدی بریم داده بود. از یک گرفت از دوستای ما پنزدی رو ما داد باز ما را گفت یک بیستی را گرفت بیتی تا پیرجان. باز یک بیستی کنه را گرفتم برازی دادم امضا کرده داد برشان. دیگه کاکاولی خودم یک نفر است دیگه. ما واقعا دوستای عزیز تعجب کردم که می سر نماز استا شدم زنگ پرجان آمد که بیا که کاکاولی خود آمد حیران ماندم میرسه که خدا که برابر میکنه دیگه نمیتونه برابر شه. با اخلاص ربط داره دیگه اسحاق زایی. کالا رو با ایشون رفت اخلاص کردی خلاص کرد. این کالا رو دایی میتون. این دوستای عزیز این کالا را کاکاولی خود دیگه بخیر برای من میته و من میگیرم در بکس میمونم نگاه میکنم بخیر. این خودت بپوش دیگه کاکا دکتر نتیره من دل رو پوشیدم. خوش نه در کسی نمیتون بخیم این را نگاه میکنم در خانه. این وقتی که وارسی که در وارسیت بپوش. در روسی دوم؟ خوش کشید و از اون یک کالا خواسته بود اینا برشان آورد بپوشن اون رو سرشون و این را برای ما داد میگه یا نگاه کو یا در روسی دوم بپوش یعنی دورش هم بگه کاکا. صحیح یعنی دورش کاکا بگه خوش اینه این دوستای عزیز این کالای کاکاولی قل است که برای ما داد ما گفتم در جان ما دراز است میگه با یک کسی که عروسی کرد خوش این دوستای عزیز این کالای کاکاولی قل است برای ما داد و برای من مسئولیت سپرد و باید به کسی که عروسی کرد و قدش هم از ما که خود دراز بود برای باز برشون انشالله تسلیم میکنیم. صحیح نه برابر است. برابر است. نام تلم گم کردم. بصیر. کاکا بشیر. کاکا بصیر. کار میشه. یک موتر میخره میرنگ پتو دم پیدا کن برای هفته بود. صحیح زمین پتو پر. این بسته کنه کالای چی تا؟ مگه گرمی داره تو صحیح. همون صحیح است. کاکاولی قل پدر دو زن داشت. یک زن داشت میره بعد بود خودش هم مرد. مادر اندر. کاکاولی قل از دولت آباد است. در می اولم گفته بودم نی؟ من از بایدو هستم نی. از ایشان رای بایدو هستم زمین دارم من. در کجا زمین داری؟ یه از بانگی پرسان که زمین دارم پرسان کو. و کاکا بانگی پرسان من دروغ نمیگم پرسان کو کاکا بانگی. کاکا بانگی اینجا نمیای دیگه. زمین دارم. بایدو است. بایدو در کدام منطقه دولت آباد است؟ من زمین دارم. زمین داری؟ چای آو دارم بودی. مادر اندرت میگه خودت دوست داشت؟ 3-4 میره در چای پرده بود در چای آو. اینجا گرفته در خوش رفتم بداشی. در خوست رفتی؟ یک داستان از را پیشتر به خواهر ما زنگ زدم او قصه کرد شوهر از که بود در بخش نظامی بود 40-45 سال پیش قضیهش است میگه نمی تو یک جای میگه این را ضربه میکنه میگه کل جای شهر مزار شریف آوازه میبره که کاکاولی قل کشتن میگه صبحش میگه جور تیار میگه قرار میگردن میگه مردم ایران اومده بودن نمیخ سر خمدانا میگه زاده
خمدان ها؟ خمدانا خاطر یک خر دوزید و کدام بیغیرت سر خر ملت بود. یک کس دیگر هم شما نجات داده بودین، کی بود؟ علم خان آزادی بود؟ کی بود؟ اون رو میکشم از این بیره خطا کنم، بچه خالم میشه اون مدر. با شما رفته یک سگ آورده بودین؟ از این دور رو خلاص کنم، از این کشتن. این کلام خوب میگم رایت، امرای واسکت تمرنگ است. اینا پتویش هم باز بخیر برات میارن. پتویشه نه پاتیشم سایت اون سمال آبی نیست کاکا بسیر. میرن کاکا بشیر یک پتوی کوی دوری خالم رو بیار. کبوت است؟ یک موتر هم میخری. این دم رنگی کارای من. نه برو دیگه کاکا بسیر براتون دعا داد بخیر. این موتر ایرم گفتین موتر میخره بخیر نه؟ زبی جان ماج میرم بخیر. کالایتم گرفتم کالا را باکی میتم خواه؟ این دیگه واروش بودی کاکا جی نموندم یکم تا وارو عروسی که کرد؟ اما بپوشه من کار ندارم. خوش دم دروازه کرد. سایس این مادرنده قریب کشته بوده تا نه؟ خودی من از زمین دارم بانگی پرسان کنم. شب میرم در خاری چی خواه میکنم؟ او بیادر همه شب کچه ساکت. همونجا هستم شب اونجا هستی؟ خواه سمیم نمیه؟ دراز دوستای عزیز، شما که از کاکا اولیاقل سال یا چندین سال پیش بگویم تجربه دارین یا دیده بودین، ما در برنامه قبلی دیدم که چندین نفر کامنت داده بود، بیش از 200-300 نفر کامنت داده بود و بسیار خاطرات جالب از کاکا اولیاقل شما نوشته بودین. بعضی گفته بودن که ما بسیار خورد بودیم که کاکا اولیاقل دیدیم، حالا ما صاحب نواسا شدیم، ولی کاکا اولیاقل همون کاکا اولیاقل است که نمو دیگه عمرش هنوز هم معلوم نیست که چند سال است. این کاکا اولیاقل براتون پتو آورد. این میشه؟ می؟ هم رنگش هست. میشه؟ یک پتوی چی داری کاکا کتی کارا جور که بودی؟ خواه او رو بیارم برید؟ برای گفتم در خودت از خودم باشه؟ این رنگ گفتی نه این رنگ؟ یک تا کوی داری امور بودی خواهان او از خودت از دفعه اولم خواسته بده اموجه هست؟ در کارای میخوره خوش دیگه امی ولی مثلا کاکا اولیاقل مثلا این دوستایی که در بیرون زندگی میکنن امی مصرف عروسیش پرداخت بکنه زن میگیره؟ زن میگیری؟ زنی آدم کش نباشه، یک زنی خوب باشه کاکا یک ذره چوک حتما گفتم پیرجان مرا لط کرد چند روز پیش. نه خوب نگاهت میکنه، گلواری نگاهت میکنه. من دو یک گاو هم خریده بیتم، گاو صوت تلفن برش خریده میتی؟ این کدام خوشبخت باشه. مقصد بیوه است؟ میشه من مقصد بازار نگرده. بازار نگرده؟ بازار گشت با نام مبد میشه. دم خورا بشیره. کاره بگم من برش میخرم. کاره برش میخری؟ گاو جوشی. چای برد پخته کنه؟ چای دم کنه برد؟ کاکا اولیاقل از خوردنی چرا خیلی خوش داره، مثلا قابل پلاو گوشت میفهم؟ یا پرسان کنم کباب از خوش دارم. روز آمده بود که کباب این رنگش نشد. کاکا اولیاقل ولی کباب خوش داره یا قابلی را؟ ها؟ همین زن که گیرید کدامش پخته کنه برد؟ میریم پلاو؟ یک پتی کبو داری لاله مرا بیتی مرا هفته داده. خوش کاکا اولیاقل آفتاب زده میگم پتو رو بیتی، یعنی پتو رو کاکا بسیر برشون آورد، کالا رو نپوشید، کالا هر کس کاکا اولیاقل نمیپوشه و شما رو دیگه دیدین این راحت پوشیدن دیگه. یا پتو رو خوش نکرد دو طرف پس انداخت. دلش نشید. مثلا کاکا کاری تو میشه پتی دوری میده من بیتی کاکا. خوش برو بخری حالا. خوش میریم بخیر؟ خلاص شد؟ میره بخیر؟
خیبرین دیگه بخیر. نشتی آقا. چای میخوردی میگن؟ میری رنگ یه پتو نداری که نه اون یک تا بود در دلت نشیست دیگه. میری زیر رنگ بود نه ما پتو جور نمیکنم کاملا گردی. والا رو دکتی نتی نگاه که دارم توی والا هم توی خوش میگه کالا را در کسی نتی نگاه کو در توی والا بده. کاکاولی قول دیگه برآمد دور دادن از دیگه بسیار مشکل است. اما حداقل برای اعضای ما که وعده داده بودم به وعده خود عمل کردم و امروزشان هم صحبت کردن و در جای صمیم جان هستیم. باش که سید جان زنگ زده باشتم. سید جان زنگ زده باش که بیا متهم کنیم بیا بشیر همو تو برای تالی نداشت دیگه که کاولی قلم موچی بود اگه نیم برش یک مصاحبه میکرد یک روبرو میکردم امروز امیره این رنگ داره سید جان یکی از دوستاست میخواستم که امروز که کاولی قل روبرو بسازم دیگه متاسفانه نه زنگ زدی پس من دو بار زنگ زدم برات اینو شاید زنگ بزنی یک دقیقه پیش بیام تو پیش بیا پتی کبود داری که پایی رنگ رنگ نداره. ولی ببینید خانه داشته باشه دیگه نه افتاو داده کار یک پتی دمه بیام این نمیشه نه از این رنگ بسه در کالایم بخوره کاکاولی قل سلام علیکم میگنید بله سلام علیکم. و علیکم بخیر حج میری بخیر شکر والا زنده باشی زنده باشی چطور هستی؟ والا شکر هستم حج میری میگه سید جان انشالله انشالله. زبان تدیر کنه چی گفت خیرتی؟ شکر دم مقصد یک کالای سفید داد زنده باشد جوان مرد است جوان مرد. جوان مرد هستی میگه نه تو دوام خود بده نه میگه دوام میخورم سعی کن از درد خانم ندارم از درد خانم میگه خیر خانم جدید برات میگیریم باز بخیر. اینه دیدی میگه خانم جدید برات میگیرم نگم دکتر بگه شب خود من موله کنه و مردم میگه یک دکتر برای ما بگیری میگه شب میگه مرا معاینه بکنه روز مردمه خاص سید جان میره سر دین ماند آنامو تو برای یک دکتر میگیرم. سعید خداحافظ ما در ثبت برنامه سمیر رقم بازمایی را نشر میکنیم خداحافظ پتو نداره ایده کمی. این سفید نمیشه اولیا نه نمی چکمال سه چکمال این چکمانم برد یک کنم نه و مورم از همه‌تان یک تشکری ویژه میکنیم با همه دوستایی که برشان وعده داده بودیم با وعده خود عمل کردیم. کاکاولی قل را شما صحبت کردن کالای سفیدش برای ما داد و گفت اگر سر خودت درازی میکنه به کسی که عروسی میکرد حتما برای از او اهدا بکن. حالا شما دوستایی که اگر او کالا با جان شما میشه چی در بیرون از افغانستان هستین چی در داخل افغانستان در مزار شریف هستین حتما شمایی که در اسکرین شات تصویر ببینین و او کالا را اگر در جان شما جور آمد از طرف ما برای شما تحفه دادم میشه چون سر من دراز بود. برنامه را در همه جا به پایان میرسانیم تا برنامه بعدی که اسحاق زی در خدمت شما قرار میگیره. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.